راه جدید برای تولید قارچ با ارزش ترافل. این قارچ در پای درختان بلوط و فندق وحشی دیده می شود. جستجو برای یافتن قارچ ترافل در جنگل‌ها صدمات زیادی به ریشه درختان می‌زند. قارچی که به خاطر مصارف آن بازار پیدا و پنهانی داره. بس ضد سرطانی بودن این قارچ هستش که اینا همه اثبات شده تو دنیا. قاتل کبد چربه، بس قند و فشار هستش که کانده و تنظیم کننده هر دو تا اینا هستش. به تازگی یک شرکت دانش بنیان در استان گلستان برای نخستین بار موفق شد این قارچ وحشی را رام و در مزارع تولید کنه. این نتیجه داده و الان تولید قارچ ترافل داریم. نهالهای فندق حامل قارچ ترافل در گلخانه ها پرورش می‌یابد و به مزارع منتقل می‌شود. برای سال اول حدود 10 کیلو قارچ ترافل تولید داشتیم. نهالها علاوه بر اینکه جلوی عامل انسانی رو در فرسایش خاک می‌گیرند، مانع فرسایش طبیعی خاک هم میشن. استان گلستان متاسفانه 19.5 بعضی آمارها تا 34 تن در هکتار فرسایش داریم. این بسیار سنگینه. این فندق حجم اون زیستودش در ریشه درست 2 برابر همین اندام هواییشه. اون ریشه ها وقتی که در خاک راحت شبکه میزنن، پخش میشن، راحت خاک رو حفظ میکنن. حالا علاوه بر قارچ ترافل که میوه ریشه های درخت فندق هست، شاخه ها نیز پربار شدند. با توجه به شیب زیاد زمینی که وجود داره، در زمانهای قدیم جو ارزن میکاشتن که به صرفه نبود. ما تصمیم گرفتیم که رو بیاریم به طرف باغداری و الان این کار را انجام دادیم. خیلی به صرفه است. میانگین هر ما برآوردی که داشتیم، هر درختی نزدیک به 10 کیلو ثمر داده امسال. بعد غیر از اون هم به صورت طبیعی خودرو قارچ ترافل هم قیمتی هم هست. اینجا در میاد هم سایزش مناسبه، قیمتش مناسبه، سازگار با ریشه درخت فندقه. بر اساس آخرین پژوهش‌ها، قارچ ترافل بیشترین آن در کلاله و مراو تپه هست. قارچ ترافل ایران از گران قیمت‌ترین و پرطرفدارترین قارچ‌های ترافل در جهان هست. رضا قاسمی نسب، خبرگزاری صدا و سیما، گلستان.